مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر با ما همراه هستند. آقای رئیسی، 40 روز از کشتار مردم زاهدان گذشت و در این 40 روز جمهوری اسلامی نه تنها پاسخی نداد بلکه این جنایت رو تکرار کرد. در جمعه‌های بعدی ما این جنایت رو در خاش دیدیم جمعه‌ای که گذشت. دلیل این اقدامات وحشیانه جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان علیه مردم اونجا چیه؟ مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی همواره در قبال اعدام، کشتار، تیراندازی‌های بدون ضابطه‌ای که روزانه نیروهای امنیتی و نظامی در بلوچستان و مشکلاتی از این قبیل اونجا انجام میدن سکوت کرده. هیچ وقت پاسخ قانع کننده‌ای به مردم ارائه ندادند. قبلا نیز ما شاهد این گونه موارد در بلوچستان بودیم، از تجاوز نیروهای بسیجی و وابسته به سپاه در ایران شهر گرفته که چند سال پیش اتفاق افتاد و تا همون توهین یک استاد دانشگاه به مردم و اعتقاداتشون در زاهدان که باعث شد اعتراضات خیلی گسترده‌ای در بلوچستان و زاهدان و شهرهای دیگه بلوچستان به وجود بیاد. هیچ وقت پاسخگو نبوده. جمهوری اسلامی اصولاً به جای پاسخگویی به مسئولان خاطی رو از اون مقامی که هستن به یه پست دیگه، به یه مقام بالاتر حتی انتقال میده. این مخصوصاً توی بلوچستان بارها اتفاق افتاده. این خودش نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی نه مال مردم هست و نه برای مردم اونجاست. در جنایت اخیر هم ما شاهد بودیم که جمهوری اسلامی نه تنها پاسخگو نبوده بلکه اقدام به سرکوب کسانی کرده که خواستار اجرای عدالت بودند. تعداد بازداشتیانی که ما در بلوچستان داریم به نزدیک 1000 نفر میرسه. خود دستگاه قضایی اعلام کرده که 620 نفر، اما مطمئناً در بازداشت‌هایی هم که بوده بسیار بالاست. منتها به همون دلیلی که ما اینترنت نداریم و اختلال در اینترنت ما اونجا شاهدش هستیم، تعداد این افراد به صورت دقیق مشخص نشده. تا همین الان امروز 18 آبان دست کم نزدیک 100 نفر رو تونستیم شناسایی کنیم و این نشون میده که جمهوری اسلامی همواره برای سرکوب حاضر هست و نه برای پاسخگویی. آقای رئیسی، خب این وضعیتی که شما از جمهوری اسلامی گفتید و ما داریم جنایت بزرگی رو توی سیستان و بلوچستان میبینیم. امروز 40 اولین کشته شده ها هستش اونجا. پیامد این کشتار برای جمهوری اسلامی چیه؟ جمهوری اسلامی در طی نزدیک به این 2 ماه به نظر من به شدت ضعیف شده و کم کم توان خودش رو داره برای سرکوب مردم، برای اعتراضاتی که اونجا هست، انقلابی که جاری هست داره از دست میده. جمهوری اسلامی با کشتار مردم در بلوچستان خواست به بقیه نقاط ایران براشون خط و نشون بکشه، ولی این اقدام وحشیانه‌ای که انجام داد باعث شد که تا همه ایران بلوچ و بلوچستان رو بشناسه. تمام زحماتی که با ساختن فیلم و سریال و به هر حال برنامه‌هایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی شاهدش بودیم نابود بشه و مردم ایران بشناسن که بلوچ‌ها و بلوچستان چه جای خوبی بوده، بلوچ‌ها چه آدمای نجیبی بودند که این گونه همواره جمهوری اسلامی اونا رو قتل عام کرده. این باعث شد که اتحاد بین مردم بیشتر بشه و باعث بشه که ما الان در 40 کشتار مردم زاهدان فراخوان‌هایی رو از سایر شهرهای ایران ببینیم که منتشر شده که قصد دارن برای مردمی که در بلوچستان کشته شدن اونجا چه مراسم بگیرن. هم به نظرم این قتل عام در بلوچستان گل به خودی بود که جمهوری اسلامی به خودش زد و مطمئنا این اعتراضات در این هفته 20 آبان هم در بلوچستان گستره و شدت بیشتری خواهد.